ویژه برنامه لیما امیری با شکل جدید و کاملا چهره جدیدش. لیما امیری در کشور کانادا دوباره به کارهای رسانه‌ایش آغاز کرده است. مژده لیما امیری برای دوستداران و طرفداران صداش. لیما امیری این برنامه‌اش چی زمان نشر خواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت بیشتر از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لیما امیری یکی از مجریان و گرداننده های سرشناس، موفق، محبوب و مشهور در میان رسانه های کشور بوده است. لیما امیری از سن طفولیت علاقه فراوانی به اجرای برنامه ها داشت و از همین خاطر وی طرفداران و علاقمندانش را از زمان طفولیت داشته است. لیما امیری بعد از تحولات سیاسی در کشور با خانواده‌اش افغانستان را به مقصد کانادا ترک کرد. یک مدت طولانی لیما امیری در کانادا دیگر برنامه رسانه‌ای نداشت. جدیداً تصاویر تازه لیما امیری در صفحات مجازی نشر می شود که وی دوباره برنامه‌هایش را با شکل و شمایل جدیدش که کاملاً بدنش را مانند مدلان عربی ساخته است اجرا می کند. لیما امیری در تازه ترین برنامه‌اش که در عید قربان نشر شد مژده سرودن آهنگ‌های جدید را برای دوستداران و طرفدارانش داده است. لیما امیری قرار است مانند عالی انصاری با حسام فرزان آهنگ‌های دوگانه بسراید. لیما در کشور کانادا به ادامه تحصیلاتش پرداخته است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی با استعداد کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه ها از لیما امیری خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لیما امیری به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت زنگوله را فشار دهید تا ویدیوهای دیگری این کانال را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.